خب بذارین از اینجا شروع کنم که من چطوری در مورد این داستان شنیدم. در مورد کسی که تو فلوریدا زندگی میکرد، یه جایی خیلی دور از اینجا و بهترین فوتبال دستی باز دنیا بود. یه بار از یکی از دوستان پرسیدم ببینم اون یارو کیه. اون تونیه. تونی؟ منظورت چیه تونی؟ تونی اسپریدمن؟ ازم میپرسی مادر یه قهرمان بودن چه حسی داره؟ مادر قهرمان دنیا، کسی که تو آمریکا حرف اولو میزنه، حس بی‌نظیریه، بهش افتخار میکنم. وقتی مردم دورش جمع میشن رفتارشون طوریه که انگار خداست. میگن اون هر موقعیتی رو به موفقیت تبدیل میکنه. میدونستم میخوام بهترین بازیکن دنیا بشم. تو دبیرستان دوستای زیادی نداشتم. من بازیکن فوتبال دستی بودم، نه بازیکن فوتبال. تو دنیای خودم سرگرم بودم. هنوزم هستم. من عاشق فوتبال دستیم. فوتبال دستی همه زندگی. بازیکنان فوتبال دستی. اون نسل گمشده افرادی که با انداختن سکه تو دستگاه پینبال و فوتبال دستی بزرگ شدن. سلام و عرض ادب خدمت این دسته از ورزشکاران. به نظرتون فوتبال دستی مرده؟ یه بازی فراموش شده است؟ فوتبال دستی معروف نشه. فوتبال دستی اهریمنه. فوتبال دستی هم مثل شلوار پاچه گوشت داره دوباره مد میشه. یه جورایی همشبیه بوکس به همشبیه شطرنج. دو تا بازیکن به فاصله چند قدم از هم قرار دارن. این بازی ریسک بالا. فوتبال دستی ترکیبی از فوتبال و شیشلیکه. جایی که بازیکن‌ها میتونن تصمیم بگیرن کی بهترین بازیکن روی کره زمین. گیبسون تون، فلوریدا. 6 هفته تا مسابقات جهانی. تونی یه استاده به تمام معناست و علتشو خوب میدونم. اون دقیقاً مثل پدرشه. همونطور که میبینید من زندگی ساده‌ای دارم. اونا درست مثل یه روح در دو بدنن، مثل سیبی که از وسط نصف شدن و من واقعاً به همسرم و پسرم تونی افتخار میکنم. اولی فوتبال دستی زندگیمو تو خونمون دیدم، چون پدرم عاشق فوتبال دستی بود. منم یه جورایی به سمتش کشیده شدم و بهش گفتم ازش خوشم میاد. دیدم چشمش برق زد و گفت راست میگی؟ و بعدش شروع کرد به تعریف داستاناش از دوران جوونیش. دهه 70 یه تور رفت و برگشت میشد $1,000,000 و منم سخت‌ترین راه انتخاب کردم. کل کشور رو با رایگان سواری طی کردم. همیشه یه کلاه و یه چوب ماهیگیری رو کولم بود، چون بهترین راه مجانی سوار شدن همین بود. هیچ وقت اهل رفتن به مهمونی یا مسابقات فوتبال نبودم. همیشه تا 2:30 صبح با پدرم تو کلوبا فوتبال دستی بازی میکردم. اینقدر میموندیم که دیگه تعطیل میکردم. شاید باورتون نشه ولی سبک زندگیش این بود و منم عاشقش بودم. این عکس مال اولین برد تونی تو مسابقات قهرمانی بود که روی جلد مجله تیبل تاک چاپ شده بود. این مجله رو بعد از هر دوره مسابقات قهرمانی چاپ میکردن. خیلی باحال بود و من دوست داشتم به محض چاپ شدن بگیرم، ولی دیگه از اینجور کارا نمیکنن. میتونی بگی فوتبال دستی؟ آره میتونی. میدونم که میتونی، فقط کافیه بالهاتو باز کنی. این یعنی آره. باشه. مسابقات انفرادی یعنی مسابقه با بهترین نماینده نهایی و بازی با عجوبه ترین فوتبال دستی بازی دنیا. این قسمتی از تمرینای دوران بچگیم بود. بازی فقط با دست چپ و باورتون نمیشه این سبک تمرینات چقدر باعث شد فرز بشم و ایصال عملای سریع داشته باشم. فکر کنم تمام مسابقات قهرمانی که امسال شرکت کردم و بردم و همینطور مسابقات جهانی سال گذشته رو. و قصد دارم امسالم بدون هیچ باختی پیش برم. میخواد به مسابقات جهانی بره و دوست داره تک تک بازیایی رو که میکنه ببره. فقط و فقط به قصد برد میره اونجا. خب تونی اسپریدمن، تو فعلا بهترین بازیکن دنیایی. بیا فرض کنیم مسابقات جهانی رومو بردی، بعدش چی؟ فکر کن تو در بالاترین سطح برنده میشی، ولی بعدش میخوای به کجا برسی؟ خب من امسال اونجام و من کسیم که قراره برنده بشه و همه تشویقش کنن. امسال قراره من بهترین بازیکن دنیا بشم.
جالبه بدونید که پروژه تحقیق علوم سال 4 هم قلمه زدن گوجه فرنگی بود و الان دارم پول قلمه میزنم. من رفتم تو کار مکملای دارویی و حالا که صحبت از برنده شدنه ما قراره بهترین داروخانه بشیم. نگفته نمونه که خیلی چیزا رو مدیون فوتبال دستی هستم، چون زندگی رو برام تبدیل به بازی کرد. رایان فردی بسیار ایدئالگراست و فقط 2 چیز تو زندگی براش خیلی مهمه: پرورش گیاه و فوتبال دستی. همیشه فکر میکنه چی کار کنه تا بتونه از دفعه قبل موفق‌تر عمل کنه. ما میخوایم تو این حرفه به استانداردهایی در حد طلا برسیم و این تازه شروع کاره. این یه کار 24 ساعته بی‌وقفه است. تو این اتاق همیشه پر از گلدونه. میدونی این منظورم از پر از گلدون چیه؟ یعنی یه عالمه گلدون، ولی برعکس افراد زیادی اینجا نمیان. میدونی منظورم از زیاد یعنی چی؟ یعنی هیچ کس. برای همینه که کلی گلدون اینجا داریم. حالا به نظر چند درصد ممکنه کسی کنار این همه گیاه فوتبال دستی بازی کنه؟ تو همین چند سالی که این کار رو راه انداخته تونسته جامم ببره و به نظرم این برد مثل برد تو مسابقات جهانیه. یه دوست مشترک ما رو به هم معرفی کرد و باید بگم اگه جز بهترین تجربه های زندگیم نبود قطعا جز 2 تجربه برتر عمرم بود. خب اون هنوز اول راهه و میشه گفت تازه کاره. رایان خیلی اهل رقابته تو هر چیزی، از فوتبال دستی و پینگ پونگ گرفته تا مسابقات اتومبیل رانی و پرورش گل و گیاه توی آمریکا. اصولا دوست داره تو هر کاری بهترین باشه و مغزش انقدر خوب کار میکنه که همه اسمشو گذاشتن ماشین حساب جاندار. به هر حال هر کاری یه قلقی داره و اون همه چیزو از راه اصولی پیش میبره و اکثرا میتونه هر حرکتی رو قبل از رخ دادن پیش بینی کنه. به عنوان یه بازیکن همیشه میخواد بهترین باشه. معمولا تو همه مسابقات شرکت میکنه و اصولا در 2 زمان زندگی میکنه: زمان حال و قهرمانی. بالاخره به بار پیپس رسیدیم. اینجا هر هفته تورنمنت برگزار میشه و باید هر کی یار خودشو بیاره. هر هفته تو کلرادو اسپرینگز اینجور مسابقات برگزار میشن. فقط بهتره نوار مخصوص خودتو بیاری، چون باعث میشه کنترل بهتری رو بازیت داشته باشی. این نوارا هم نوار راکت تنیسه. رایان مور نفر دوم جهان اینجاست و یه جورایی داره اینجا واسه هممون خودنمایی میکنه. باید بگم بازی با اون برام افتخاره. بالاخره طرف نفر دوم جهان. من اعجوبه صداش میکنم. عنوان قهرمانی جهان براش خیلی مهمه. برای همین امسال اصلاً قصد نداره به حریفاش فرصتی برای برد بده، ولی به نظرم مسابقات امسال بیشتر جنبه انتقام و تلافی داره. دلم میخواد تو عرصه‌های بین‌المللی ظاهر بشم. هیچ وقت نتونستم از توانایی واقعیم استفاده کنم. این یکی از بزرگترین خواسته های زندگیمه و مطمئنم برنده میشم، چون من بهترین. آرورا، کلرادو. این همون توپ فوتبال دستیه. بهش میگیم بار مرده. در واقع این از نوارایی که تو هر فوتبال دستی بازی کردم درست شده. اوایل فقط چند تا نوار بوده، بعد کم کم حجیم شده، الان تقریبا از کنترل خارجه. خیلی خوب. 2548. الانم 3 تا اضافه کردم. پس باید درستش کنم. 51. حالا درست شد. من با راب چند سال پیش تو مسابقات محلی آشنا شدم. باید بزنم بره سر جاش. من تا حالا تو عمرم کسی رو به صبوری راب ندیدم. اون خیلی صبوره و علاقه زیادی به فوتبال دستی داره. هر وقت سوالی برام پیش میاد با حوصله جوابمو میده و تمام جزئیاتشو برام توضیح میده. میتونی به عقب هلش بدی و در بری و بعد شوت کنی. باید یه جوری پاسش بدی که بتونی شوت بلند بزنی. باید برای خودت موقعیت رو بسازی و بدونی حرکت بعدی که میخوای بکنی چی. به نظرم رابرت الگوی خوبیه. به هر حال اون یک کهنه‌کاره و خیلی تو فوتبال دستی وارده. مردم تحسینش میکنن و اون میخواد نسل جوونم تحت تاثیر قرار بده. ما که نمیخوایم مثل لوک اسکای واکر بپریم و توپو بگیریم. این فقط کاریه که دروازه‌بان میکنه و تو فقط باید خودتو بکشی و جلوشو بگیری. بکشی. نمیخوام سری گل بزنم، میخوام توپو بین 2 تا ضربه بگیرم. باید ببینم اونجا بازی چطور پیش میره.
یکم سریعتر. یکم دیگه. خوبه. از پسش برمیام. من دکتر گری اوتومم، کایروپراکتور رابرت. معمولا وقتی معاینش میکنم متوجه میشم شونه‌هاش مشکل دارن، بعضی وقتا هم آرنجاش و کمرش، و همه اینا به خاطر فوتبال دستیه. مرتبا دچار آسیب دیدگی و تورم میشه. حاضری؟ نگهش دار. آها خوبه، بکش. باشه. امسال تقریبا رو برد بودم، مدام پیش دکتر آتومیان و حس خیلی خوبی بهم میده. نمیگم تنها رمز موفقیتم همینه، ولی بدون شک بخش عمده‌شو مدیون دکترم. خوبه. در مورد نتایجت بگو. خب تا حالا 31 بار باختم و این بار باید پرقدرت تر برم. برنامه روزانه‌ام بسته به شرایط سال متغیره. بستگی داره مسابقه در چه فصله و اینکه منم دارم برای مسابقات آماده میشم یا نه، و اگه دارم آماده میشم برای کدوم مسابقه. همه اینا فاکتورهای مهمیه. ضربه کنار پای لافردو توسط مور دفع میشه و توپو به اون سمت میز میفرسته. وقتی بازی افراد مختلف رو میبینی نکات خیلی ریز رو یاد میگیری. فقط ببین و خوب دقت کن. خیلی خوب، حالا اینو ببین. اونجا یه عقاب سرسفیده میبینی؟ داره بر فراز آبهای اینجا پرواز میکنه. احتمالاً همینطوری مسیرش این طرف افتاده. فوق‌العاده است. اینو به عنوان فال نیک میگیرم. به نظرم یه جوری نشونه خوش شانسیه. یه جور دعای خیر. تمرین میتونه خیلی کمک کنه، به خصوص دوچرخه سواری تو فضای باز کلی بهت انرژی میده. باید یکم رو بازوام کار کنم تا ماهیچه‌هامو برای فوتبال دستی کمی ورزیده تر کنم. همیشه باید در کنار فوتبال دستی یه ورزش جانبی برای آمادگی جسمانی داشته باشی و تو هر موقعیتی تمرین کنی یا سعی کنی قبل از مسابقه شرایطو شبیه سازی کنی، که البته کار خیلی سختی هم هست. واقعا سخته. من دوران کودکیمو توی توسان گذروندم و عاشق گروه کیس بودم. این پوستر از زمان 10 سالگیم دارم. اینی که دارین میبینین مربوط به اولین جام قهرمانی فوتبال دستیه، یه مسابقاتی مشابه المپیک کشوری. اینو ببین. وقتی چاپش کردن باورمون نمیشد که چطور عکس به این بزرگی رو روی تمبر چاپ کردن. این عکس من و رایانه که موقع بازی ازمون گرفته بودن. البته تمبر فوتبال دستی چیز جدیدی نیست. لافایت، لوئیزیانا. سلام، من تری هستم، یه فوتبال دستی باز حرفه‌ای. من و فوتبال دستی یه روح در دو کار بودیم. در حال حاضر فوتبال دستی برام حکم نفس کشیدن داره. بیدار میشی و تا به خودت میای میبینی رفتی سراغش، و وقتی میبینی بقیه هم میان سراغش میگی وای این خود اهریمنه. باید سریع‌تر باشی، برو کنار. ای خودش زدم تو گل. عالی بود. یه روز دوتامون گفتیم یادت پارسال چی کار کردیم؟ خانوادگی قهرمان جهان شدیم، برنده مسابقات جهانی 2 نفره آزاد زنان و مردان و همینطور نوجوانان. این اولین جام قهرمانیمه، برنده مسابقات انفرادی 12 سال به پایین. یه وقتایی میرفتم بالا میدیدم داره با پدر بزرگش بازی میکنه. اولش احساس بدی داشت که داره با یه بچه بازی میکنه، ولی وقتی میباخت میگو وای باورم نمیشه. به خیال خودم بهش ارفاق میکردم. من هم با خودم میگفتم ارفاقم نمیکردی، میباختی. اون حتی از مامانش هم تو زدن ضربه ها به توپ خیلی خشن‌تره. نه. عجب ضربی. هیچ وقت لب به الکل، سیگار و مواد مخدر نزدم. به جاش تا تونستم اسکیت و فوتبال دستی بازی کردم. من با اینا تو زندگیم انرژی میگیرم. فقط باید علاقت رو به چیزی که دوست داری نشون بدی. They joke and call us the first family of fools. اون خیلی سخت کار میکنه، ولی وقتی میاد خونه با همه خوشو بش میکنه و میپرسه شام چی داریم، و بعد میره تو اتاقش و یه ساعت بعد میاد سر میز. برای همین ما زیاد کنار هم نیستیم، ولی اوقاتی که کنار همیم خیلی خوشیم.
اگه میتونستم فقط فوتبال دستی بازی کنم، یه کاروان میگرفتم و میرفتم دور کشور رو میگشتم. واقعا عالی میشد. بالاخره یه جوری خرجم رو در میآوردم. ولی این فقط یه رویای قشنگه. به هر حال من خانواده دارم و چالش‌های زیادی پیش رومه و موظفم وسایل آسایش اونا رو فراهم کنم و نذارم هیچ کمبودی داشته باشن. من متخصص بیهوشی‌ام و رئیس بخش یکی از بزرگترین بیمارستان‌های این ناحیه هستم. خب تری واقعا آدم خاصیه. همیشه تو مهمونی‌ها محوره و به سبک مارکی مارک میرقصه. فقط کافیه اسم یه کاریو ببری بدون شک توش سر رشته داره. اون یه نجار ماهر و یه فوتبال دستی باز حرفه‌ای در سطح جهانی. من حتی نمیدونستم فوتبال دستی یه ورزشه. فکر میکردم یه جور بازی توی کلوپاست. راستش باید بگم وقتی بچه بودم حتی نمیدونستم فوتبال دستی چیه و فکر کنم تری هم اولین بار تو پیست اسکی بازی کرد. آره و مدام راجع بهش حرف میزد و تازه اون موقع بود که فهمیدم فوتبال دستی چیه. تری با جناق منه. اون با خواهر همسرم ازدواج کرده. اون بهترینه، قهرمان جهانه، واقعا آدم فوق‌العاده‌ایه، تو هر کاری حرفه‌ایه. فقط مونده تو مسابقات قهرمانی انفرادی اول شه. خوب بود. حتی نمیدونم از چه کلمه‌ای برای بیان منظورم استفاده کنم. تصورش هم نمی کنم اگه برندش چی کار کنم. گمونم واکنشش یه جورایی دیوونه کننده باشه. احساس درباره رفتن به مسابقات قهرمانی انفرادی جهان چیه؟ حس خیلی خوبی دارم. تو 1 سال و نیم اخیر خوش درخشیدم و فکر کنم زمان درستی انتخاب کردم. هیجان زدم. عالیه. خوشمزه است. بیرمینگام، آلاباما. دیگه رسید. شما کی هستی؟ خب قبلا اینجا مأمور بودم. الان اومدم یه دوری بزنم. شما هم همینطور. خدا روز خوبی داشته باشین. سندی حد مأمور سختگیریه و خیلی از خانم‌ها ازش میترسن. آوازش تقریبا همه جا پیچیده. حاله چطوره؟ همه چی خوبه؟ سلام، خوبم. سلام. اون یه جونوره به تمام معناست. اشک اکثر خانوما رو تو مسابقات در آورده. حاله چطوره؟ همونطور که میبینید چهره خیلی خشمالودی داره. تنها کلمه که در موردش میتونم به کار ببرم همینه، خشمالود. من به منصف بودن معروفم، ولی یه اسم خیابونی هم دارم که اکثر افراد محل و بی خانمانا بهم دادن. بهم میگن آنی اوکلی، چون بیدرنگ اسلحه‌مو میکشم و با گنده ترین خلافکارا درگیر میشم. یادم میاد وقتی بچه بودم بازی سیندی رو میدیدم و وقتی گل میزد من فریاد میزدم بجنب سیندی، زود باش، داغونش کن، چون دلم میخواست دوباره امتیاز بگیره. خودشه عزیزم، همینه. دوباره تلاش و پشت کارش باور نکردنیه. فوتبال دستی به وجد میارتش. خودم متوجهم که موقعی بازی چقدر جدی میشم و فکر میکنم به خاطر اینه که وقتی فوتبال دستی بازی میکنم احساس میکنم آدم مهمی هستم و وقتی میبرم حس میکنم آدم موفقیم. من توی خانواده خیلی فقیر در حاشیه شهر بزرگ شدم، با پدری که بهتره بگم هیچ قدم مثبتی برام بر نداشت. تو محلمون یه اتاقک بازی بود و من اکثرا برای فرار به اونجا پناه می‌بردم، چون حس می‌کردم تنها جاییه که در امانم. چون کاری که اونجا می‌کردم حس خوبی بهم میداد و میتونستم خودمو پیدا کنم. اون حدوداً 9 یا 10 سالش بود، اونقدر که مجبور میشد روی سبدی چیزی وایسه تا قدش برای بازی برسه. زمانی که تصمیم گرفتم تو این بازی حرفه‌ای بشم کاملا یادمه. وقتی بچه بودم یه روز 3 تا پسر میخواستن بازی کنن و یه یار کم داشتن. منم با خودم فکر کردم کی بهتر از من. رفتم سراغشون و گفتم سلام بچه ها، منم بازی. یادم به یکی از پسرها نگاهی بهم انداخت و گفت باشه واسه دفعه بعد، ما بازیکن به درد نخور نمیخوایم. و نمیدونین اون لحظه چقدر حالم بد شد. یادمه بهش نگاهی غضبناکی کردم و گفتم گوش کن، یه روزی میرسه که از این حرفت پشیمون میشی. و از اون روز به بعد هر شب 4 ساعت تمرین کردم و تو 5 تا کلوب با مردا بازی میکردم. فکر کنم سال 1981 بود که برای اولین بار
توی مسابقه قهرمانی شرکت کردم و با عنوان بهترین شرکت کننده اسم نوشتم و تو بازی‌های 2 نفره در رده انفرادی نفر اول شدم. دارم زمانی که جوون بود و تصور میکنم. یه خانم توی اتاق پر از مرد که مدام بهش میگفتن تو یه دختری و از عهده‌اش بر نمیای و الان 40 سال از اون موضوع میگذره. تا 35 سال پیش هیچ زنی فوتبال دستی بازی نمیکرد. اون بیرون کلی آدم با داستانای غم‌انگیز هست، ولی این باعث نمیشه شخصیت انسان ضعیف شکل بگیره و حس کنه آدم ناتوانیه. به نظر من انتخابای هر فرد در زندگی بسیار مهمه، به خصوص در شرایط سخت. من و برادرم هر دو مأمور پلیسیم. لیژ، بلژیک. تاد لافردو یه فوتبال دستیباز حرفه‌ای آمریکایی و قهرمان چندگانه جهانه. اون چندین بار در اروپا مقام قهرمانی کسب کرده و یه چهره معروف و شناخته شده است. بهتره بدونید تاد در کنار میز فوتبال دستی یه اعجوبه تمام عیاره. بارها شنیدم از تاد لافردو به عنوان مایکل جردن ورزش ما نام بردن. البته قصد اهانت به مایکل جردن ندارم، ولی به نظرم هیچ وجه مشترکی بین این دو نیست. تعداد مقام‌های قهرمانی لافردو قابل مقایسه با جردن نیست. اون مرد آهنین ورزش ماست. من هر جایی که بگین زندگی کردم. اصولا اهل نگه داشتن جوایز و جام‌هایی که میبرم نیستن، چون زیاد اسباب کشی میکنم و حوصله بردن وسایل زیادی رو ندارم. برای همین یه روز همشون رو جمع کردم و بردم انداختم تو زباله. پریس، کالیفرنیا. بیرون شهر درست شبیه مریخه. جالب اینجاست که بالای کوه هم تونستم مسیح رو پیدا کنم. اینا هاشش. من اینجا رو خیلی دوست دارم. زیاد میام این بالا و روی این تخت سنگ میشینم. امتحان کنین، خیلی راحته. این سنگ خیلی وقته که اینجاست. اینجا رو به همه جاهای این بالا ترجیح میدم. وقتی میخوای تنها باشی میتونی بهش پناه ببری. خیلی عجیبه، از وقتی شروع به بازی کردم میبینم تنها چیزی که مهمه مسابقات جهانیه و بقیه مسابقات انگار فقط یه دوره همی اجتماعیه. تو مسابقات جهانی متوجه میشم که در طول سال چقدر تمرین‌ها و مسابقات دیگه برام مثمر ثمر بودن. اون علامت‌هایی که با مداد اونجا زدم میبینی؟ تونی این پاسو به همه میده، پس من باید دقیقاً جای توپ و فاصله‌شو از دیوار بدونم و این علامت‌ها به من نشون میده چقدر میتونم توپو عقب ببرم. من یه دوربین دارم و دقیقاً لحظه ای رو که میخوام مانع همچین پاسی بشم و ضبط میکنم. بعد میرم اون طرف و پاس میدم و وقتی فیلمو از دید مدافع نگاه میکنم توپو میبینم و اون نقطه که حدود 5 سانتی متره، یعنی درست جایی که باید طرف مقابل باشه. ضبط تصاویر تو دفاع خیلی کمکم میکنه، اینطوری میتونم همه جزئیات رو ببینم و بهترین بازیمو انجام بدم. افرادی که فوتبال دستی باز نیستن واقعا متوجه نمیشن که حتی محاسبه کمترین چیزا میتونه چه تأثیری تو نتیجه بازی داشته باشه و یکی از چیزای مهم 5-6 ساعت تمرین در روز. من اسم این حرکت رو گذاشتم شوت اوریب، بغل پا دیواریه، ولی این یکی سخت‌تره. بهش میگیم حرکت هلیکوپتری. هرچی بیشتر تمرین کنی باعث میشه سرعت عملت بیشتر و حرکاتت حرفه‌ای‌تر بشه. تا تو اروپا خیلی مشهوره. اون یه فوتبال دستیباز کهنه‌کار و حرفه‌ای آمریکاییه، ولی شهرتش فقط محدود به اروپا و آمریکا نیست. اون یه چهره جهانیه. و اکنون به تاریخچه فوتبال دستی میپردازیم. خاستگاه این بازی دقیقاً مشخص نیست. مدل‌های اولیه این بازی در سرتاسر اروپا در اوایل قرن 19 مشاهده شد. محبوبیت فوتبال در اروپا الهام بخش کشف یک میز با ابعاد و خطکشی‌های مخصوص و نهایتاً بازی فوتبال دستی شد. بازی که 2 نفر در 2 طرف میز می‌ایستند و به رقابت می‌پردازند. سال 1923 یه مرد انگلیسی به نام هارولد سیرلس تورنتون مهمترین نقش را در کشف فوتبال دستی و همینطور میز آن داشته. او با قرار دادن چوب کبرید روی جعبه به ایده ساخت فوتبال دستی رسیده بود. سربازان آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا موندند و با بازی‌های اونا آشنا شدند. اصولاً به جز آمریکا فوتبال در تمام دنیا حرف اول رو میزنه. پس طبیعیه که یه مدل کوچیک‌تر از اون هم مورد استقبال قرار گرفت، یعنی فوتبال دستی. محبوبیت این بازی از آلمان شروع شد و کم کم به انگلیس، ایتالیا و فرانسه سرایت کرد و بعد در سراسر دنیا محبوب شد و به صورت حرفه‌ای بازی شد. کلمه فوتبال دستی از زبان آلمانی میاد و بازیش از یه جایی بین آلمان و سوئیس شکل گرفت و کم کم در همه جای دنیا شناخته شد.
در سال 1960 وقتی لورنس پترسون به آمریکا بازگشت، به عنوان یک کارآفرین این بازی رو به اماکن تفریحی و عمومی آورد. اون میخواست با بازی فوتبال دستی یکم انگیزه بین مردم ایجاد کنه. پس یاراس رفت پیش یکی از دوستای آلمانیش و مجوز ساخت فوتبال دستی رو برای یکی از شرکت‌های آلمانی گرفت و بعد شروع به تبلیغات در مجلات خانوادگی، تجاری و ورزشی کرد. هی به نظر چرا اسمشو فوتبال دستی گذاشتن؟ کلمه فوتبال دستی یه اسم آلمانیه. ناگهان سر و کله فوتبال دستی تو تمام کلوب‌ها پیدا شد. حتی تو مدرسه‌مون هم فوتبال دستی گذاشته بودن و من مدام بازی می‌کردم. 12 ساعت در روز کارم فقط همین بود. فوتبال دستی یه بازی جدید بود و مثل بمب همه جا سر و صدا کرده بود. هیچ جا نبود که ازش صحبتی نباشه. وقتی دانشگاه کلرادو میرفتم عضو انجمن تاپ‌ها بودم و تو زیر زمین اونجا یه میز فوتبال دستی گذاشته بودیم. دهه 1970 اوج فوتبال دستی و محبوبیت و درخششش تو آمریکا بود. At one time there were 19 manufacturers making different brands of football tables. There was a tournament or 2 or 3 every night. یه گروه خیلی مشتاق و جدی دیدم و شروع کردم به رونق دادن این بازی. راجع به مسابقاتش تو میسودا شنیده بودم و جایزش تا بیش از $1000 بود. همون موقع از تعجب میخکوب شدم. صاحب اونجا شخصی به نام لیپ پارت بود و خوب میدونست فوتبال دستی رو قراره تا چه حد بین مردم جا بندازه. اونا نه دیگه اسکی میرن نه بولینگ، حتی بیلیارد هم بازی نمیکنن. همه شدن فوتبال دستی باز. همیشه دلم میخواست یه ورزش سکه‌ای را بندازن، طوری که همگانی بشه و تبدیل بشه به بزرگترین حرکت تاریخ، درست مثل دستگاه‌های سکه‌ای. وقتی محبوبیتش شدید میز بیلیاردش رو فروخت و در سال 1974 یه مسابقه $50,000 در دنور برگزار کرد. اون اولین مسابقه قهرمانی بین المللی دنیا بود و قرار بود تو الیچ گاردن، بزرگترین پارک تفریحیمون در دنور، برگزار شه. قهرمانان محلی، شهری و خلاصه هر کسی که تو این بازی مهارت داشت و از هر کجای کشور، مخصوصا غرب آمریکا، شرکت کردن و تقریبا همین جاها یه سالن بزرگی بود که معمولاً برای رقص استفاده می شد و الان جزئی از تاریخ شده. فکر کنم حدود ساعت 4 و 5 عصر روز بعد برگشتم خونه و رفتم تو و یه نگاهی به مادرم کردم. اون جامو تو دستم دید. نفر اول مسابقات انفرادی آزاد مردان. و ببخشید و چکمو گذاشتم جلوش و گفتم وقتی بابا اومد چکو نشونش بده و بگو این $3000 رو از همون بازی‌های فوتبال دستی آخر هفته ها در آوردم. یه تحول عظیم در راه بود و همونجا بود که تو راه انداختیم. قرار بود اولین تور حرفه‌ای فوتبال دستی راه بیفته و تو کل آمریکا مسابقات قهرمانی برگزار شه. بعضی از بازیکن‌ها با ماشیناشون یا خلاصه هر وسیله‌ای که داشتن فقط از یه مسابقه به مسابقه دیگه میرفتن. یه حس رفاقت عجیبی بین همه بود، ولی وقتی هم بازی میشدن دیگه رحمی در کار نبود. میخواستن کله اما بکنن و دشمن هم میشدن. من یه بچه خیلی ساده بودم. ترک تحصیل کردم و تمام وقتمو به بازی اختصاص دادم. و وقتی مسابقه تموم میشد دوباره خودشون میشدن. این جیمیه، یار بازیام. حالا وقتیه که با شورولت 53 خونه رو ترک کردیم. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان میخواستیم بریم تو رو، دیگه هیچ وقت بر نگردیم. و فکر میکنم این بزرگترین بخش رویای آمریکاییه، این که سوار ماشینت بشی و به مسابقه‌ای بری که مدت‌ها براش لحظه شماری میکردی و به شدت هیجان زده‌ای. در روزای اوج فوتبال دستی مسابقات همه جا برگزار میشد با جایزه‌های آنچنانی مثل ماشینای مدل بالا و مبالغ هنگفت. مسابقات به سرعت از 74 به 76 صعود کرد. یه سیر سعودی و همش به خاطر لیپ پارت و مسابقات قهرمانی بود. اونا از تور $250,000 شروع کردن و به تور $500,000 و $1,000,000 رسیدن. جایزه برنده کل دوره‌های پورش بود، یه پورش آخرین مدل. این عکس منه بعد از بردن پورش. به نوعی شغلمون شده بود بازی کردن 7 روز هفته و 365 روز سال. فوتبال دستی 8مین ورزش محبوب و فراگیر تو آمریکا بود. ما جوون بودیم، وقتی افراد مشهور رو میدیدیم انگار دنیا رو بهمون داده بودن. رویامون واقعی شده بود. توی فیلمی بودم که لیف گرت توش بازی میکرد. مسابقات قهرمانی میخواست ما تو سینما هم حضور داشته باشیم. دروازه‌بانم فرار کرد، انتظار داری چیکار کنم؟ فکر میکردن دارن همشهری کین رو بازی میکنن.
به نظرم تحولی که فوتبال دستی ایجاد کرده بود این بود که ورزش‌های حرفه‌ای میتونه به صورت فعالیت تمام وقت در بیاد. تو این فکر بودم که به کل بیخیال گرفتن مدرک شم و فقط فوتبال دستی بازی کنم. چیزی که تو زندگیم خیلی براش تلاش کردم تبدیل شدن به یه بازیکن حرفه‌ای بوده. 3 اتاق بازی با 40 تا میز فوتبال دستی باز کردم و از همونجا تاد لافردو وارد ماجرا شد. اون یه پسر 16 ساله بود که اغلب از اونجا رد میشد و یه روز خیلی جدی وارد سالن شد. من ریزنقش بودم و دستای کوچیکی داشتم. دستام از روی میله ها سر میخورد و فقط با 3 تا میله میتونستم بازی کنم. اولین ضربه بغل پایی رو که زدم خوب یادمه. باورز گفت وای عجب ضربه بغل پای سریع. و بعد گفت من مایک باورزم، قهرمان مسابقات انفرادی. گفت تو این کار پول خوبی هست و از جوایز مسابقات تعریف کرد. 1977 اشلیتز هم به سرمایه گذارا پیوست و $250,000 تو مسابقات پول گذاشت. من فقط چیزیه که میبینم دوست دارم و اون چیزی نیست جز پول. و بعد گفت میخوام تا مسابقات قهرمانی پیش برم و ازت میخوام کمکم کنی. یادم این تنها آرزوی بزرگم بود و والدینم اومدن که ببینن میتونم برم یا نه. 250 تا میز بود. بزرگترین مسابقه فوتبال دستی بود که تو عمرم میدیدم. باید بگم خوبیش این بود که هیچ کس ما رو نمیشناخت. یه پسر 17 ساله و احتمالاً یه برنده ناشناس در مسابقات. آره فقط وارد سالن مسابقات شد و همه رو قد و غم کرد. میدونین اون فقط یه بچه لاغر بود. آخه چطور ممکنه؟ ولی بعد مجبور شدیم باهاش بازی کنیم و اون شکستمون داد. یادم باورز نگام کرد و بهم گفت صحنه همه جوره برات آماده است. آماده برنده شدنت. گفتم یعنی چی؟ نمیخوام ببرم. چون از اون همه نگاه و توجه متنفر بودم. یادم اولین ضربه‌ای که زدم به دیوار خورد و بعد با خودم گفتم الان همه اون آدما دارن نگات میکنن و تو در مسابقات قهرمانی جهانی شوت میکنی تو دیواره؟ انقدر با دهن نفس کشیده بودم این ریختی شده بودم. و بعد تنها چیزی که یادمه این بود که اصلا نمیدونستم باید به چی فکر کنم. آخه خیلی کم سن بودم. فقط یه بار میتونی همچین چیزی رو تجربه کنی. من واقعا عاشق فوتبال دستی بودم. وقتی اینو میگم واقعا از ته دل میگم. میپرستیدمش و یاد آهنگ لیدی افتادم. اون آهنگو یادتونه؟ وقتی اون آهنگ پخش میشد فقط فوتبال دستی میومد جلوی چشمم. و بعد فهمیدم معشوقه من فوتبال دستیه و اون تنها چیزی بود که میخواستم بهش برسم. میخواستم با یه میز فوتبال دستی برم بالای صحنه. همین کافی بود. شاید به نظر بیمارگونه بیاد ولی این نوار کاست از تمرینات تام اسپیر، یکی از قهرمانان جهانی فوتبال دستیه که در دهه 70 فوق‌العاده خوب و حرفه‌ای بود. یه جورایی مادرزادی فوتبال دستی باز بود. قبل از اینکه به آیوا بره باهاش همخونه بودم. آدم بسیار شلخته و نامنظمی بود و جالب اینجاست که توی یه محیط خیلی خشک و نظامی و منظم بزرگ شده بود. من نواراشو گوش میکردم و خیلی بهم کمک میکرد. بهت یاد میداد چطور فرصت‌هاتو از دست ندی، اینکه قرار نیست چیزی رو تغییر بدی، حتی ذره‌ای. فقط سعی کن در کمال آرامش بازی کنی. در واقع بهت یه خط فکری میده. خب امیدوارم که درست گذاشته باشمش. نمیدونم این طرف نواره یا اون طرفش. توپ در جایگاه خود 15 ثانیه. توپ در جایگاه خود. سریع. وسط 12 ثانیه وسط. آماده؟ پاس بده. دهه 70 زمان اوج گسترش فوتبال دستی بود. همه ما رویایی فکر می‌کردیم و تو رویا زندگی می‌کردیم. زندگی هممون شده بود فوتبال دستی. برامون مثل یه آیین بود که ما وظیفه گسترش اونو داشتیم و فقط به این فکر می‌کردیم که هر سال بزرگتر شیم و بهتر زندگی کنیم.
همه اینا به خاطر مسابقات قهرمانی بود و ما با جان و دل قبولش داشتیم. Well, the time has come. So put your best gloves on. Pull your hat down low. Get ready. Who's gonna get it? Who's gonna win that car? توی مقطع خاص احتمالاً همه فهمیده بودن دیگه بیشتر از این نمیشه پیش رفت. سال 1980 بازی‌های ویدیویی اختراع شد. اون موقع از یه میز خوب فوتبال دستی میشد هفته $120 در آورد، ولی از یه دستگاه خوب بازی مثل مهاجم فضا هفته $600 و تازه هزینه‌های نگهداریش هم خیلی کمتر بود. میز فوتبال دستی نگهداری و مراقبت ویژه میخواد. به نظر شما کی میخواد بره پای میز فوتبال دستی که یکی از میله‌هاش خم شده یا توپاش گم شدن؟ پس میره سراغ یه دستگاه نوع بازی پکمن. یه رقابت ناعادلانه. فروش میزا یه دفعه افت کرد به شدت. توی مقطع مایی 5000 تا میز میفروختن و بعد یه شبه از فروش 1000 تا میز به 100 تا میز رسیدن و تو همون 100 تا موندن. شرکت در مسابقات فوتبال دستی کم شد و فروش میزها به شدت کاهش یافت. برای همین مسابقات فوتبال دستی سال 1981 و همزمان با بازی‌های ویدیویی آتاری برگزار کردم. نهایتاً با خودت میگفتی وقتی نمیتونی شکستشون بدی بهشون ملحق شو. مسابقات فقط به فکر درآمدن و آتاری هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود. داشتن برای هزاران نفر آماده میشدن ولی فقط 200 تا بچه برای بازی ویدیویی اومدن. پول نقد کافی در کار نبود و اون آخر هفته با یک حرکت مسابقه فوتبال نابود شد. مردم حس می‌کردن اگه مسابقه فوتبال از دور خارج شه زندگی به پایان میرسه. و یکی از مهمترین و غم‌انگیزترین اتفاقایی که در طول تاریخ فوتبال دستی حرفه‌ای افتاد این بود که تیم ریزبر بزرگ خودکشی کرد. بدترین چیز اینه که بهترین دوست و شریکت یه دفعه زندگیم در اون مقطع کاملا نابود شد. دوران خیلی بدی بود. هممون افسرده شده بودیم و نمیتونستیم ادامه بدیم. فقط دست و پا می‌زدیم. مثل اینه که یه نفر در اتوبوس رو باز کنه و هولت بده بیرون و بگه موفق باشی، حالا از صفر شروع کن. اجازه بدین حضورم رو در اصل فوتبال دستی اینطوری توصیف کنم. بزرگترین دوران زندگیم به بدترین نقد ممکن شکست مسابقات فوتبال کسی باورش نمیشد که فیاسکوی 81 قرار پایان کار باشه و خب البته پایان کار نبود. در دهه 80 افرادی بودن که پا پیش گذاشتن و ترویجش رو ادامه دادن، ولی دیگه هیچ وقت در اون سطح و اندازه برگزار نشد. یه دفعه آدم از بهترینای دنیا بودن میرسه به ساعتی $5 کار توی کارخونه چوب بری. بازیکن‌های حرفه‌ای برتر یکی بعد از دیگری کنار کشیدن و هر سال هم بر تعدادشون افزوده می‌شد و فقط تنها کسی که از اون دوران طلایی موند تاد بود. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. میشه شمع رو فوت کنی؟ فرض کن که روشن ولی تو فوتشون کن. خیلی خوب، خیلی خوب، روشنشون میکنم. اصولا وقتی میبینی یه جوون 19-20 ساله واقعا دنبال چیزیه متوجه میشی روحیش، یعنی منظورم روحیه درونیش چقدر با یه فرد 50 ساله تفاوت داره. اونجاست که میفهمی اگه اونو از دست بدی چقدر پیر و فرتوت میشی. پس تصمیم گرفتم کنار نکشم. اگه تو زندگی تسلیم بشی دیگه میافتی تو سراشیبی و سقوط به قهقرا و وقتی به خودت میای میبینی انقدر دور شدی که دیگه فرصتی برای بالا رفتن نداری. معمولا التهاب فکر مسابقات جهانی داغونت میکنه. دارم روش بازی انفرادیمو تغییر میدم، پس باید تلاش زیادی کنم و افکارمو سر و سامون بدم. همیشه از اونجور آدما بودم که وقتی شکست میخورم با تمام توان به تلاشم ادامه میدم و انقدر تمرین میکنم که همه رو شکست بدم، ولی هنوز به اونجا نرسیدم.
همه فوتبال دستی بازا وسواسی هن، ولی اگه یه موقع غذای مورد علاقت رو پیدا کنی دست از گشتن بر می‌داری. ولی من نمیذارم اینجوری بشه. آرورا، کلرادو. برای مسابقات جهانی آماده ای؟ خب من همیشه آماده‌ام. در گذشته سالای پر افت و خیز داشتم ولی خیلی زود به اوج رسیدم. زیاد تمرین می‌کردم تا زمان مسابقه. همیشه اسم می‌کنم 2 هفته قبل بهتر بازی می‌کردم. هر روز تمرین می‌کنم و کلی فیلم و ویدئو تماشا می‌کنم. واقعا؟ آره، و این اواخر فیلمای خوبی از روش‌های دفاع دیدم. 3 از 5 و اکنون برنده به مرحله 1/8 نهایی میرسه. و استربایر اولین امتیاز تیمشو میگیره. باید دوباره ببینم. عجب روش معرکه‌ای. 3 از 5 و اکنون برنده به مرحله 1/8 نهایی میرسه. اینا رو فقط یه بازیکن درک می‌کنه. استربایر اولین امتیاز تیمشو میگیره. دوران نوجوانیم یه بچه معمولی بودم. اکثر وقتمو تو مراکز بازی پای بازیای ویدئویی میگذروندم، مثل پکمن، دانکی کنگ جونیور و از اینجور بازیای کلاسیک دهه 80. یه روز گفتن یه میز فوتبال دستی آشغال اون گوشه افتاده که کسی نمیخوادش. میخوان بدن بره، میخواستن از شرش خلاص شن. یه جورایی دیگه دلشونو زده بود. اومد خونه و گفت مامان تو قرعه کشی فوتبال دستی برنده شدم و از همونجا شروع شد. اصلا تو فکر مسابقات و بازی به صورت حرفه‌ای نبودم. راستش تا سالها نمیدونستم اصلا تو فوتبال دستی همچین چیزایی هم هست. شوت خوبی بود، باید دوباره ببینم. اوایل دهه 80 دورانی بود که واقعا نمیدونستیم آخر عاقبت این ورزش چی میشه. در اون زمان بازار فوتبال دستی شروع کرد به تبلیغات و جذب سرمایه گذار و شاهد رقابت تورنادو و داینامو بر سر باقی مانده فوتبال دستی بودیم. دیگه مثل سابق نبود و پولش خیلی کمتر بود، ولی به هر حال تورا برگزار میشد. و در اون زمان سعی کردن مسابقات قهرمانی 2 نفره برگزار کنن تا ببینن بازیکنان با کدوم میز بهتر بازی میکنن. و بالاخره تورنادو برنده نهایی بین میزای فوتبال دستی شد و برتریشو به داینامو ثابت کرد و این یه پیروزی جانانه بود. تورنادو یه میز تگزاسی بود. اون حکم نیمان مارکوس رو بین فوتبال دستی‌ها داشت. خب اومدیم سراغ میز تورنادو و قراره با این فوتبال دستی بازی کنیم. میزی که در سرتاسر جهان شهرتی خاص داره. در اون سالها این ورزش داشت دوباره شکوفا میشد و رشد میکرد. فقط کافی بود تو دهه 70 باشی. البته اواخر دهه 80 و 90 هم بد نبود. مسابقات بی‌نظیری بود و حریف مقابلت واقعا از نفس مینداختت. وارد سالن مسابقات شدم و باورم نمیشد. خدای من، این همه آدم مثل من عاشق فوتبال دستی ان، اونم واسه یه بازی زیرزمینی؟ اینم یه جور اعتیاده، نمیشه بیرونشون کرد. نباید تمام مدت میله ها رو بچرخونی، خطا محسوب میشه. در حالی که بازی‌های ویدیویی در اوج بودن، فوتبال دستی راه خودش رو پیدا کرد و دوباره به میدان برگشت. این بار با میز جدیدتر و شوت‌های بحث برانگیز. به این میگن ضربه فنی حریف. پشتک به جلو، شوت میمونی، شوت ماری. این سبک شوت بازی رو متحول کرد و بازیکن‌ها تونستن رقابت تنگاتنگ بیشتری داشته باشن. روش کار به این صورتی که آدمک تو بالای توپ میذاری و بعد میچرخونیش به عقب و مستقیم شوت میکنی. یعنی یه چرخش کنترل شده، نه یه چرخش آزاد، ولی به هر حال یه چرخشه. اولین کاری که کردم رجوع به کتاب قوانین بخش چرخش آدمک ها بود. طبق قانون قبل یا بعد از تماس با توپ نمیشه چرخش 360 درجه داشت و از اونجایی که توپ در یه موقعیت ثابته امکان نداره از زمانی که میچرخی و بهش ضربه میزنی یه چرخش کامل داشته باشی. برای همین فوراً این شوت قانونی شد. بعضیا حسابی عصبانی شدن و فقط داد و فریاد میکردن و منم گفتم بهتون چی گفته بودم؟ من تریمورم و مهارت من در زدن شوت‌های چرخشی از بالا یا شوت ماریه و میشه گفت اولین کسی بودم که با این شوت‌ها برنده شدم. یادم اون زمان 90% بازیکن‌ها شوت کششی میزدن. شوت کششی یعنی چی؟ یعنی توپو میکشیم و شوت میکنیم. شوت کششی، توپو به طرف فضای خالی دروازه میکشی و شوت میکنی. با این نوع شوت خیلی سریع به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا میکنی. تری قدم تو مسیر درستی گذاشته بود و میدونم این مصاحبه درباره تری نیست، ولی باید بگم
این یارو تأثیر زیادی روم گذاشت. تری دار و ندارشو گذاشت توی انبار و یه ماشین کوچیک داغون خرید و رفت دور تا دور کشور تا فوتبال دستی بازی کنه، چون خیلی براش مهم بود. به خودم گفتم درسته، باید بری سراغ ماشینی که برات راحت تر باشه. یه دفعه دیدیم تری با یه ون جدید اومد. رابرت گفت میخوام سوار ونت بشم و همه جا بیام. واقعا میخواستم ولی فکر نمی‌کردم بتونم. پس وقتی قبول کرد وسایلمو گذاشتم تو انبار مادرم، ماشینمو فروختم و با تری راه افتادم. وقتی قبول کردم بی اندازه خوشحال شد. گمونم صبح روز کریسمس بود و البته گهگاهی بازیکنای دیگرم سوار میکردیم. حدود 16 سالم بود که دبیرستانو ول کردم و شروع کردم به سفر کردن با راب مارز، تری مور و ایوان استچلک و در آخر با تامی اتکینسون هم سفر شدم. اونا بی‌نظیر بودن. همه فکر میکردم واقعا چیز خیلی باحالیه. محبوبیتت مثل یه بازیکن فوتبال واقعی یا یه بازیکن بیسبال لیگای دست پایین بود. اواسط دهه 90 مسابقات جهانی دوباره پرشور شد و 1200 نفر شرکت کننده داشت. ولی دیگه مبلغ جایزش مثل سابق نبود. حتی اگه همون پولم میدادن با گذشت زمان ارزش پول کم شده بود. باید بگم که چند باری به ESPN رفتم. ESPN اوچو که اصلا نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی راستش اون سال کارشون تو مسابقات جهانی سال 96 خیلی خوب بود. رابرت مارز در جستجوی یارش تامی اتکینسونه. با هر گل اشتیاقشون بیشتر و بیشتر میشه و بالاخره با کنار زدن رقباشون در این سری مسابقات برنده 15,000 خدای من ردش میکنم دلار شدن. در اواسط دهه 2000 فوتبال دستی تورنادو دستخوش تغییر مالکیت شد و در سال 2010 مالکین جدید کنترل تور حرفه‌ای فوتبال دستی را به IFB واگذار کردند. همه بعد از فروخته شدن تورنادو میگفتن شاید گسترش پیدا کنه، ولی یه جورایی برعکس شد. نه تنها هیچ رشدی نداشت بلکه هی شروع به کوچکتر شدن کرد. کاش میشد با بازی فوتبال دستی خرج و مخارجمون رو در بیاریم. واقعا خوب بود. من عاشق فوتبال دستی ام و کاش به عنوان شغل محسوب میشد. همیشه رویان برنده شدن بود، ولی اگه الان میخواستم شروع کنم امکان پذیر نبود، چون مخارج زیاده و جایزه ها کمه. امروزه 10 نفر از فوتبال دستی بازهای پرومستر دیگر در هیچ تور یا مسابقات قهرمانی جهانی به رقابت نمی‌پردازند. مسابقات قهرمانی جهانی 2 نفره 1996 رو با 2 شرکت کننده بزرگ، راب مارز و تامی اتکینسون شروع می‌کنیم. بیا تو موویز. رابرت شرکت در و پنجره داره و برای خودش کار میکنه و از این راه امرار معاش میکنیم، چون فوتبال دستی مثل ورزش‌های دیگه درآمدزا نیست. مجبور وقت زیادی و صرف تمریناش کنه. البته اون به چیزی که دلش میخواست رسید. اینا جوایز جهانی که گرفتن و به نظرم باید از بهترینا باشن، مخصوصا این جوایز بزرگ، چون ارزش زیادی دارن و خوشبختانه تا الان حدود 100 تا ژاکت گرفتن. آخه مگه میشه اینو دوست نداشت؟ این جایزه بازیکن ساله، چطور ممکنه آرزوی گرفتنشو نداشته باشی؟ یه افتخاره. این جام جهانیه، یکی از مسابقات بزرگ تیم مردان در فرانسه بود. مگه میشه اینو جزء بهترینا ندونست؟ این جام فعلی مسابقات جهانی 2 نفره است و یکی از باحالترین جوایز اینجاست. پس واقعا نمیتونم یکیش رو انتخاب کنم. این اولین جام بزرگیه که تو مسابقات انفرادی بردم. مگه میشه مورد علاقم نباشه؟ پس تک تک اینا برام خواستن و بعضیاشون ممکنه برام یادآور پیروزی نباشن. تو بعضی مسابقات دوم شدم، ولی واقعا میتونم بگم واقعا برام مهم نیست. 6 بار تو انفرادی دوم شدم و این خودش به اندازه یه برد خوبه، چون کمتر از مقام اولی نیست. خدایا خیلی دوست دارم یه بار دیگه بره تو مسابقات انفرادی و پیروز شه. تلاش برای پیروزی تو مسابقات جهانی حکم موبی دیک رو براش داره و همیشه دنبالشه. 4 تا دیگه، هر طرف 2 تا.
الان دارم رو عمق توپ تمرکز میکنم تا همه چی حساب شده باشه و امکان خطا رو به حداقل برسونم. موقع تمرین همیشه غرق بازی میشم. عالیه. همیشه شوتا رو با ردیف 5 بازیکنان میانی حریف تمرین میکنم. بعد میرم سراغ تمرین با دروازه‌بان و حرکت و شوت زدن از عقب رو تمرین میکنم. یه جدول درست کردم و هر روز که تمرین میکنم مینویسم تا بدونم چند روز تمرین کردم. سالیوان واقعا تمریناش فوق‌العاده است. وقتی بعد از کار میای خونه و صدای تنها چیزی که میشنوی بم 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 بمه و بعد میبینی یه جدول تمرین رو دیواره که تمام پاسا و شوتا و حرکاتشون نوشته، خستگی در میره. اون الان رو 1050 پاس در روز کار میکنه. پدرم همیشه میگه اگه میخوای ببری باید زیاد تمرین کنی، پس منم همین کارو میکنم. هیچ وقت کسی مجبورم نمیکنه تمرین کنم، خودم دوست دارم چون میخوام بهتر شم. به نظرم باید تعداد بازیکنای جوان بیشتر بشه. بالاخره بازیکنای قدیمی پیر میشن و دیگه نمیتونن بازی کنن. یکی از چیزایی که به فوتبال دستی خیلی ضربه میزنه نبود جایی برای تمرینه. زمان من تعداد این مراکز خیلی زیاد بود، ولی الان بچه‌ها جایی برای تمرین ندارن چون بیشترشون تعطیل شدن. قبلا همه جا مراکز تمرین و بازی بود و این به رونق فوتبال دستی خیلی کمک میکرد چون مدام بازیکنای جدید اضافه میشد. یه جورایی غم انگیزه. میدونین میز فوتبال دستی چیز عجیبیه، مثل آلات موسیقی میمونه. مثلا اگه به یکی گیتار بدی وقتی نواختنشو بلد نباشه آیا میتونه گیتار بزنه؟ از عهده‌اش برمیاد؟ واقعا دوست دارم مثل بقیه ورزش‌ها حرفه‌ای بشه. خیلی هم مسخره میکنن و اگه به فوتبال دستی بگیم ورزش، اونا میگن نه خیر اون یه بازیه و منم میگم نه خیر یه ورزش واقعیه. فوتبال دستی زیاد بین مردم محبوبیت نداره و اگرم صحبتی ازش به میون میاد به خاطر اعتبار مارین مور و برندن فلاهرتیه، تنها ترویج دهنده هایی که باقی موندن و فوتبال دستی رو سر پا نگه داشتن. سالی 15-16 مسابقه برگزار میکنیم و بسته به رتبه بندی به ازای هر بازیکن یه مقدار پول میگیریم و جایزه هم از پول بلیط ها در میاریم. این کار تو ترویج فوتبال دستی خیلی موثر بود. بدون حامی مالی مجبور میشن از بازیکنان پول بگیرن و اینجوری امکان هیچ پیشرفتی وجود نداره و این حرفه روز به روز بیشتر به قهقرا میره. بیشترین بار این ورزش رو دوش بازیکنانیه که همشون تو مرز 40-50 سالگی هن. خیلیاشون هنوز در رویای بردن به طوری که بتونن از این راه امرار معاش کنن، ولی متاسفانه هیچ وقت چنین فرصتی در عرصه‌های بین المللی نصیبشون نشد. فوتبال دستی تو ایالات متحده چندین دهه طلایی داشت. برای همین همیشه منتظر عصر طلایی بعدی هستیم. مسابقات تو ایالات متحده متفاوته و هیچ وقت بیشتر از 6 کشور شرکت نمی‌کنن. شما شاهد مسابقات قهرمانی در هامبورگ هستید، جایی که بازیکنان برتر 20 کشور در حال رقابتی تنگاتنگن. امیدوارم تو مسابقات جهانی بعدی بتونیم تعداد کشورهای بیشتری رو برای رقابت جذب کنیم و حدود 10 تا 15 هزار تماشاچی رو برای دیدن این مسابقات به سالن‌ها بکشونیم و کیفیت مسابقات رو افزایش بدیم تا دید جهانیان به این ورزش بیشتر جلب بشه. اول اینکه فوتبال تو اروپا از محبوبیت بیشتری برخورداره، برای همین به فوتبال دستی هم اهمیت میدن. IFB در سالهای اول وضع بسیار بدی داشت و این ورزش به نفس افتاده بود، به طوری که نزدیک بود تعطیلش کنیم. هدف من ارتقای این ورزش در ایالات متحده است. این بچه‌ها آینده ما هستن. پدر تونی یه بازیکن با سابقه فوتبال دستیه و پسرم رایان انگیزه من برای ادامه این راهه تا بتونم این ورزش رو سر پا نگه دارم. یه بازیکن دیگه هم به اسم بیلی پپس داریم که از نسل دوم فوتبال دستیه و والدینش هم فوتبال دستی باز بودن و کل عمرشون رو پای این کار گذاشتن. DNA من چیز عجیب و غریبیه، چون والدین من همدیگر رو تو مسابقات حرفه‌ای فوتبال دستی دیدن. پس اگه از آشنایی با همسرتون تو شبکه‌های مجازی خجالت میکشین، بدونین از اون بدترم ممکنه باشه. دخترم کلسی خیلی افتخار میکنم. اون شبام کار میکنه و مدام باید در سفر باشه. وقتی بخواد به یه مسابقه فوتبال دستی بره، مجبور میشه تعطیلات آخر هفته‌ش هم بره سر کار. تلخ‌ترین قسمت ماجرا اینه که بازیکنان ما باید برای امرار معاش شغل واقعی پیدا کنن و با این وجود بازم به تمرین و بازی ادامه میدن. مثل تونی اسپردمن و رایان. پسرم از 8 سالگی برنده مسابقات بود و همیشه تا 2 صبح در حال تمرین در سالن بود.
فوتبال دستی نقش خیلی مهمی در ساختن شخصیتم تو زندگی داشت. وقتی 11 سالم شد تو مسابقات جهانی رده سنی 17 ساله ها بازی کردم. یارش تو مسابقات محلی تونی اسپردمن بود که واقعا اعجوبه‌ای بود. روش بازیش باور نکردنی بود. مگه میشه کسی با خودش تنیس بازی کنه؟ نه نمیشه. ولی اون با خودش فوتبال دستی بازی میکرد. بی وقفه. وقتی کوچیک بود بعد از پایان هفته خیلی ناراحت میشد چون حسابی بهش خوش گذشته بود و از اول هفته باید برمیگشتیم به زندگی معمولیمون. و تونی میگفت بابا کاش زندگی فوتبال دستی بود. و میبینیم که همین کارم کرد تا حد زیادی. زندگی مثل یه بازیکن فوتبال دستی توی جاده بی انتها. تو اوکلاهاما سیتی تو ایالت اوکلاهاما هستیم. ماشین خراب شده و آوردیمش پارکینگ. باید مسابقات انفرادی و 2 نفره رو می‌بردیم تا هزینه ی تعمیر ماشین رو جور کنیم و همین کارم کردیم. ما تا اول با نوشیدنی شروع کردیم و عملاً هیچ سودی نکردیم ولی همینش هم خوبه. اسم 2 بازیکن بزرگ همیشه تو تورای آمریکا به چشم میخوره. تونی اسپردمن و رایان مور از کلرادو. اونا بازی‌ها رو به سطح جدیدی میبرن و رقابت‌هاشون چشمگیره. پارسال تو کنتاکی قوقا کردن و برنده مسابقه تونی اسپردمن بود. سال گذشته تو مسابقات انفرادی نفر دوم شدم. دوم شدن یعنی بازنده و واقعا مقام دومی مزخرفه. امسال برای اینکه از لحاظ ذهنی آماده شم هر چیز مضری و کلاً گذاشتم کنار و هیچ کاری نکردم. این چیزا به شفافیت ذهن خیلی کمک میکنه. به نظرم کیف و حال زیادی ذهن رو تیره و تار میکنه. پس باید کاری کنم تا تمرکزم زیاد شه و برای مسابقات جهانی آماده شم و بتونم ببرمش. بیرمینگام، آلاباما. 2 روز تا مسابقات جهانی. قدیما قبل از هر مسابقه خودم رو گرم میکردم تا موتورم راه بیفته و گرم کردنم با دیدن فیلم راکی بود. یه چیزی تو اون فیلم بود که باعث میشد کلیدم روشن بشه و موتورم راه بیفته. فکر کنم همش به خاطر وجه مشترکه، این که هر دومون هیچی نداشتیم و اون فیلم باعث میشد حس کنم مهم نیست کی هستم و از کجا اومدم. فقط کافیه بزنم بیرون و برنده دنیای فوتبال دستی بشه. این بیشتر از هر چیزی بهم انگیزه میده. وقتی قراره برم کاری کنم و چیزی رو به دست بیارم خیلی بیشتر به خودم افتخار میکنم. هیچ وقت دلم نمیخواد کسی که میاد سمت میز حس کنه میتونه شکستم بده. تونی تقریبا همون شخصه. البته من پیش از این چندین بار تونستم تونی رو ببرم. تمرینایی که کمک به باز شدن ذهن میکنه اینه که حس کنم تونی اون طرف میز مقابلم ایستاده و من باید در مقابل ضرباتش از خودم دفاع کنم و شکستش بدم و حس کنم الان تو دور نهایی مسابقات قهرمانی جهانم دارم یه مبارزه جانانه رو تجربه میکنم، اونم تو زیرزمین خونه‌ام. هر روز با مرگ و زندگی طرفم و این کار به کم کردن فشار و تنش کاری کمک میکنه. واقعا امسال میخوام برنده بشم ولی تونی کسیه که تو مسابقات انفرادی شکستم داده. ولی به خودم میگم چرا من نه؟ پس هر اتفاقی ممکنه بیفته. زمانی که داشتم بزرگ میشدم به بازیکنان حرفه‌ای نگاه میکردم مثل رابرت مارز، تاد لافردو و تامی اتکینسون و همیشه میخواستم در جایگاه اونا باشم. و حالا که هستم میفهمم چقدر پرتنشه. من الان تبدیل به یه هدف شدم و هر جا که میرم همه میخوان شکستم بدن. راب مارز 6 بار به دور نهایی رسیده و واقعا حیفه که هنوز برنده نشده چون قطعاً لیاقتشو داره. هنوز مثل بوفالو بیلز 4 سال پیاپی نشده ولی دوست دارم برنده شدنشو ببینم. باختم تو مسابقات انفرادی جهانی بقیه رو بیشتر از خودم ناراحت میکنه. باخت دلیل این نیست که من نمیخوام ببرم یا به قدر کافی برای نفر اول شدن تلاش نمیکنم. من هر کاری که فکر کنین انجام میدم. هر نوع تمرینی رو برای آمادگی میکنم و زمانی که بتونم ببرم خب میتونم یه خواب راحت بکنم انگار یه باری از رو دوشم برداشته شده. من عاشق اینم که ببرم و این باعث نمیشه شبا خوابم نبره. اینم گذاشتم. شما به مقصد رسیدین؟ نمیدونی چقدر خوشحال شدم خانم. بالاخره به مقصد رسیدم و حالا میتونم سرنوشتم و رقم بزنم. لکسینگتون، کنتاکی.
سلام، من جیم استیونزم و با گزارش مسابقات فوتبال دستی در خدمتتون. این هفته قرار همه چیزو به مسابقات جهانی فوتبال دستی اختصاص. امروز نامآورترین بازیکنان این رشته به اینجا میان تا در رویداد بزرگ فردا یعنی مسابقات انفرادی حضور داشته باشن. این رویداد به معنای واقعی کلمه آزاده، یعنی میتونین از محله و خیابونا بیاین و در مقابل بهترین بازیکنان فوتبال دستی دنیا بازی کنین و به رقابت باهاشون بپردازین. من عاشق فوتبال دستیم و این اولین مسابقمه. تو لس آنجلس با هم بازی میکنیم. از دبی اومدم. پروازش 14 ساعته. فکر کنم چهارمین سیاه‌پوستی هم که فوتبال دستی بازی میکنه. قبلا میرفتم تماشای مسابقات فوتبال دستی، ولی متاسفانه یکی از دوستام یه سال پیش فوت کرد. خیلی خوب دوست عزیزم. اینم از هدف نهایی که قرار بود به اتمام برسونیم. ما اولین مسابقه رو با هم اومدیم و آخریش هم همینطور. مسابقات جهانی تورنادو. اسم من جیم استیونز و تنها گزارشگر فوتبال دستی در دنیا. هر سال به 17 مسابقه میرم و 9 تا دوربین میذارم. نه تنها برای دانلود بلکه برای پخش زنده به همراه گزارش مستقیم. به نظرم یه جورایی شبیه خوندن و نواختن همزمانه. و اما درباره خودم، من تو لس آنجلس بزرگ شدم و این فرصت رو داشتم که به گزارش وینسنت اسکالی برای بازی‌های داجر و چیک هرن برای بازی‌های بسکتبال لیکرز گوش بدم و این شغل رو مدیون هر دوی اونام، چون سبک گزارشگری سریعم از چیک هرن گرفتم و سبک روایتگونم و مدیون وینس اسکالی ام. سلام، من وینس اسکالی هستم. تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم. در ادامه گزارش مسابقات قهرمانی با شمایی. صبح بخیر. امروز آغاز مسابقات انفرادیه و من در حال آماده کردن صبحانه مخصوص قبل از مسابقه. زمان بازی عزیزم. وقتشه. خب نگران که نیستی؟ نه. نیستی؟ نه. خوبه. اینجا در لگزینگتون شرکت کننده ها منتظر شروع مسابقات آزاد انفرادی. در مسابقات قوانین زیادی است. مثلا کسی که 5 تا گل اولو بزنه برنده است، کسی که 3 بازی از 5 بازی رو ببره برنده است و اینکه چرخوندن میله ها خطاست. خب جدول آماده شده و صدها بازیکن از 40 ایالت و 15 کشور مختلف برای رقابت گرد هم اومدن تا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب بشن. درست مثل اینه که برای اولین بار وارد کازینو میشه، من صدای دینگ 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 بینگ 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 میشنوی. دینگ 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 بینگ بینگ بینگ. آره خودشه. یه اضافه باره واقعا احساسیه. رقابت‌های انفرادی در فوتبال دستی شباهت زیادی به بوکس و شطرنج داره، چون بازیکن‌ها در 2 متری همدیگه در حال اجرای روش‌های مختلف استراتژیک برای رو دست زدن به حریفن. وقتی از اتاق بازی خارج میشی و میری زیر زمین کنار میز فوتبال دستی، یکی از اولین چیزایی که متوجه میشی منضبط بودن بازیکنان و نظم حاکم بر مسابقاته. خوب ردش کرد. یه پاس خوب دیگه. برای شوت کششی آماده میشه و از وسط گل میزنه. امروز شاهد سبک‌های مختلف بازی توسط بازیکنان هستیم. مثلا شوت ماری در بازی تونی اسپردمن و رایان مور و شوت کششی در بازی تاد لافرد. توپ در موقعیت. وسط. رابرت مارز تا کنون 6 بار دوم شده. به نظرتون میتونه برای بار هفتم به دور نهایی برسه و یا عنوان مقام قهرمانی مسابقات آزاد انفرادی رو کسب کنه؟ اینجا میتونین شرکت کننده های انفرادی رو ببینین. اینا کسایی هن که باید حواسم بهشون باشه. تری رو از کراولی لوئیزیانا کسیه که قادر به دور نیمه نهایی راه پیدا کنه و در مهار احساساتش بسیار قویه. آیا در این سری مسابقات با یار قدیمیش رابرت مارز به رقابت می‌پردازه؟ در طرف دیگه یه جدولم تونی اسپردمن رو داریم که میخواد فصل بدون شکست و با 5مین عنوان قهرمانی در رقابت‌های آزاد انفرادی حفظ کنه و خودش رو در جایگاه دوم جهان پشت سر فردریک کالیگنون بزرگ قرار بده. ولی یکی از افرادی که ممکنه مانع رسیدن به هدفش بشه کسی نیست جز رایان مور که دارای یکی از مرگبارترین شوت‌های جهانه. رایان بعد از باخت به تونی در مسابقات نهایی سال گذشته همچنان در صدد انتقامه و در بخش زنان هم سیندی هد افسانه‌ای دوباره به دور نهایی انفرادی صعود کرد. عمومه خودشه، همینه.
اصلا مثل قبل نیستم، ولی بخش زیادی از بازیم احساسیه. برای همین با تمام توان دنبال راهی میگردم تا توپو گل کنم. میدونین این اواخر فقط به خاطر برادرم بازی میکنم. اون کاراگاه شده بود و ما خیلی به هم نزدیک بودیم و روز اول آوریل روزیه که از دست دادمش و دقیقاً 28 سال پیش اون یکی برادرم از دست دادم. وقتی مرد بدجوری داغون شدم. و میدونم همیشه میخواد من بهترین چیزی که در توانمه ارائه بدم و کاراییو که دوست دارم بکنم و از اونجایی که نیست تا ببینه، پس تلاشمو میکنم تا هر آنچه که خواسته اون بود انجام بدم. به شدت آسیب دیدم، به طوری که مجبور به عمل جراحی شدم. انگشت شستم به قدری داغون شد که اجباراً مفصل جایگزین گذاشتن و استخوان این قسمت دستم هم از 14 نقطه شکسته بود. اگه بخوام سطح دردم از 1 تا 10 بگم تقریباً 12. پس تنها کاری که میتونم بکنم یه بازی احساسی از جون و دله و سعی میکنم تمام تلاشمو بکنم. پس فقط باید دید و امیدوار بود. پس باید پیروز شم. یه بار دیگه سلام به همگی. جیم استیونزم و در سالن مسابقه در بخش فینال زنان بخش انفرادی در خدمتتونم. قهرمان 40 دوره مسابقات زنان سیندی هد در سمت راست تصویره. این زن برنده هر عنوانیه که در این 4 دهه برگزار شده. اما اینم لیندا لیه که در سمت چپه. اکنون تماشاچیان شاهد ابراز احساس و واکنش برد سیندی هستن و با اون میزان انرژی بالایی که داره باید خودش رو تخلیه کنه. و صداشو رو میشه لیندا به دنیا برسونه. لیندا 6 گل از 7 گل دست آخر از بازی در برابر سیندی هد. اون همیشه ثابت کرده که یکی از بهترین بازیکناییه که تا به حال دنیا به خود دیده. لیندا باید هر چی در توان داره رو کنه و همین کارو و سعی میکنه عقب نیفته. برتری سیندی هد به زنان و مردان به همه ثابت شده، ولی این موضوع هیچ وقت اونو قانع نکرده و بازم ادامه داره. به نظرم این بازی رو بهش انگیزه میده. این شوت توسط لیندا دفع میشه و اکنون نوبت شوت زدن لیندا است. شوتی که میتونه برای لیندا لی از کلگری آلبرتای کانادا سرنوشت ساز باشه و موفق میشه. خودشه. و به این ترتیب لیندا لی سیندی هد قهرمان رو در مسابقات آزاد انفرادی زنان شکست میده. وقتی پای بازی وسط باشه خیلی به خودم سخت میگیرم، چون تنها انتظاری که از خودم دارم فقط رفتن به مسابقات و بردنه. ولی برای یه بارم شده به خودم افتخار کردم که نتونستم به دور نهایی برم. این دسته‌بندی شماره 4 و 5 برای رفتن به دور 5م. هر دو بازیکن خیلی بااستعدادن و هر دو سال گذشته قهرمان جهان شدن و این بار در مقابل همن. هر دوشون آدمای خوبی هن، ولی به نظرم تری میخواد خودشو بیشتر ثابت کنه. خب بابایی، چرا وقتی قهرمانی جهان بردی مثل یه دختر کوچولو گریه کردی؟ چون همون حسو داشتم. احساساتم به هم غلبه کرده بود. و این پایان مسابقه است. رابرت مارز و تری عجب بازی محشری رو به نمایش گذاشتن. سال گذشته این دو نفر هم تیمی بودن و به نظرم یکی از الهام بخشترین بازی های اون دوره بود، ولی امسال روبروی هم و در دو طرف میز قرار گرفتن. مارز قبلا با تونی اسپردمن هم تیمی بوده و قطعا اگه تونی باز هم ازش بخواد دستش رو رد نمیکنه. رابرت مارز تا حالا 4 بار قهرمان جهان شده، ولی تری رو اولین و تنها قهرمانیشو پارسال به دست آورده و امیدواره این آخر هفته با پیروزیش یه قهرمانی دیگه به کارنامه‌اش اضافه کنه. به جرئت میتونم بگم هیچ بازیکنی به اندازه این دو نفر آماده نیست. رابی مستقیم از نزدیک میزنه توی دروازه. رابی کارش با همه بازیکن‌ها فرق داره، فقط توی مهارت و تکنیک عالی نیست، بلکه تو همه چی عالیه. کار میرسه به ست 5. به اون شوت بلند و زاویه دار در عمقش نگاه کنید. مارز با یه حرکت زیبا و دیدنی گل کرد. اکنون تری به امتیاز دست پیدا میکنه. تری رو حساب شده و با ظرافت پیش میره و اکنون با یه هوک چپ کار رو تموم میکنه و میبره.
میدونی نتونستم بهترین بازیمو انجام بدم و نمیدونم کجا باید متفاوت‌تر عمل میکردم. واقعا سخته. نمیدونم اگه دوباره بازی کنم کار خاصی میکنم یا نه. البته به جز گل زدن که باید بیشتر میزدم. خب آخر هفته و مسابقات انفرادی و حالا هم باخت. هضمش واقعا سخته، ولی به هر حال باید خوبی ها و بدی هاشو با هم پذیرفت. باختم دیگه. رقیب خیلی سرسختی داشتم و بدون شک شکست دادنش مثل فتح قله بود. خودتونم شاهد بودین. اون واقعا فوق‌العاده است. از بهترین است و یکی از دوستان خیلی خیلی خوبمه. پارسال تونستم در کنارش رویامو به واقعیت تبدیل کنم. تو قهرمانی. خوبیش به همینه که بازم مونده. روش بازی من بر پایه گل زدن زیاده با حمله‌های خاص و قدرتمند. حمله و حمله و حمله و یورش‌های پی در پی، اینقدر که نفسشونو بند میارم و کارشونو یه سره میکنم. البته یورشام کنترل شده است. به جزئیات خیلی اهمیت میدم و بلافاصله همه جوانبو میسنجم. ترور پارک بازیکن خیلی با استعدادیه که حالا به خوبی در مقابل حمله‌های تونی دفاع کرده و اونو در تنگنا قرار داده. وقتی تونی یه ستو میبازه با تلاش بیشتر به بازی برمیگرده و این همون لحظه ای که میتونه کارو یکسره کنه و برنده این مسابقه کسی نیست جز تونی اسپردمن. تونی اسپردمن افسانه‌ای، ولی انگار دستش یکم صدمه دیده. اگه بتونی شوت غیر قابل دفع و مهار کنی، میتونی یه شکست ناپذیر رو شکست بدی. تونی و رایان همیشه جلو و عقب میرن، یعنی همیشه یکی از این دو نفر یه پای فینالن یا هر دوشون. خیلی به ندرت پیش میاد یکیشون اونجا نباشه و فراموش نکنیم که شکست دادن تونی خیلی سخته. در این مسابقه تاد کسیه که رایان باید شکستش بده. اصولا رایان در مقابل هر کسی خوب بازی میکنه، ولی این دوتا کسایین که همیشه براش چالش برانگیز و دردسر سازن. میخوام نهایت تلاشمو بکنم و مهم نیست انگشتم یا مچ دستم بشکنه، پس از دل و جون براش مایه میذارم. بحث میراث کلا یه چیز دیگه است و این در واقع صحنه نمایش اونه. خیلی از بازیکنان نمیدونن آدمکاشون رو کجا باید قرار بدن. مثلا وقتی آدمک حریف میاد اینجا سعی میکنه خلای موجود رو پر کنه، پس میتونم از یه زاویه دیگه شوت کنم و از پشت سرش توپو وارد دروازه کنم. در موقعیت فشرده تر هم میشه از این تکنیک استفاده کرد. خب بیاین ببینیم چطوری. به این صورت. این واقعا یه رقابت و تقابل بین نسل قدیم و جدیده. به نظر میاد رایان قراره چیزی بیشتر از اصول رایج رو به نمایش بذاره و هممون رو تحت تاثیر قرار بده و حسابی برای رقیبش چالش برانگیز بشه. یه شوت دیگه هم میزنه، آروم تکونش میده و میزنه تو سر تو، میزنه گوشه دروازه. تقریبا این سبک بازی رایان شبیه ارزندام جلوی حریفه، ولی نباید این کارو برای تاد لافردو انجام بده. تاد کسی نیست که بشه جلو شاخشون نفشه. زد تو گل و حالا لافردو باید بیشتر تلاش کنه. رایان تونسته با حرکاتش تادو کاملا تو لاک دفاعی ببره و حالا رایان درست از جلوی دروازه میره که گل بزنه. لافردو به خوبی دفاع میکنه. اون بارها در چنین شرایطی بوده و نه تنها تسلیم نشده بلکه به شدت حمله کرده و حالا لحظه حمله لافردو به رایانه و با یه گل زاویه دار نتیجه رو 2-2 مساوی میکنه. تاد لافردو افسانه‌ای اکنون 56 سالشه. از سال 1986 نتونسته در مسابقات آزاد انفرادی مقام اول رو کسب کنه. اکنون تنها با زدن یه گل میتونه طلسمو بشکنه و به پیشروی ادامه بده. لافردو با برد تنها یه گل فاصله داره. شوت میزنه و کارو تمام میکنه. بدین ترتیب تاد لافردو پیشکسوت موفق به شکست رایان مور میشه. خب منو حذف کردم، موفق شد چند نفر دیگرم حذف کنه. واقعا خوب بازی کرد و کارش عالی بود، حقش بود ببره و معلوم بود که برای برد اومده، پس شکستمو میپذیرم.
معمولا وقتی میبازم برای اینکه خودم رو خالی کنم و از خشم و ناراحتیم کم کنم میخندم. میدونم قلباً چقدر غمگینم، ولی دیگه چیکار میشه کرد؟ فکر کنم هنوز از لحاظ ذهنی آماده نبودم. خیلی خوب، ساعت 2 شبه و هنوز چند نفر دارن مسابقه میدن، ولی بخش عمده مسابقات آزاد انفرادی تموم شد و با چند تا غافلگیری بزرگ مواجه شدیم، مثل پیروزی تاد از رایان. مسابقه جالبی بود و تو ست پنجم به گل اضافه کشید و یکی دیگه هم شکست مارز بود. به نظرم خیلی زود از مسابقات حذف شد، چون معمولا یه پای فیناله، ولی مسابقات جهانی همینه، شگفتی سازه. باید برای مسابقه شنبه آماده شیم و ببینیم این بار کی قهرمان میشه. انگار خواب بودی. آره، خیلی رانندگی کردم. اون عاشق این ورزشه و نمیخواد کسی رو سر جاش بشونه یا انتقام بگیره. اون خیلی تمرین کرده و امیدوارم امسال بتونه موفق بشه. امیدوارم نتیجه همه زحمتاشو بگیره. به نظر من تری یه جورایی مثل ژنرال دو لافایته که همه نگاه ها بهشه. اون مثل لافایت بهترینه و بیشک بهترین بازیکن این فصل در کل لوئیزیانا است. مردم ازم میپرسن چرا شوتات اینقدر سریعن؟ من اصولا دنبال کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر به دروازه‌ام. پس باید خیلی سریع به توپ ضربه بزنم طوری که بره جلو، بخوره به دیواره و برگرده عقب و بعد شوت شه. شوت‌های معمولی به شکل 7 انگلیسی هن و تو این منطقه خیلی وقت تلف میشه. تاد همیشه کنار میز فوتبال دستی خیلی آرومه، پس از چهرهش نمیشه فهمید داره میبره یا میبازه. ولی اون طرف رفتار تری طوریه که انگار داره از زمین کنده میشه. تونی اسپردمن که در زدن شوت‌های ماری تبحر داره کنار نشسته و منتظر برنده بازی. تادم به زدن شوت‌های کششی معروف. هر دو بازیکن تقریبا نفس کشیدن یادشون رفته، مخصوصا تری رو. وای، پس تری اصلا نمیتونه خودشو نگه داره. لافردو سرعت بازی کنترل بده. تاد یه شوت محکم و بلند میزنه، ولی تاد چیزی رو از دست نمیده. شاید عجب بازی نفسگیر و هیجان انگیزی رو میز شماره 1. تاد توپو میاره زیر پاش میکنه و از وسط گل میزنه. حرکات هر دو دیدنیه. تری میخواد بازی رو به ست پنجم بکشونه و تاد با ظرافت هرچه تمامتر گل میزنه. گل آخر برای تاد لافردو و دیگه چیزی نمونده تا به دور نهایی مسابقات جهانی راه پیدا کنه. توپو میکاره، شوت میزنه و صاف میره توی دروازه و با این گل طلایی تاد لافردو تری رو شکست میده و بدین ترتیب به دور نهایی مسابقات آزاد انفرادی راه پیدا میکنه، جایی که باید با حریف قدری مثل تونی اسپردمن دست و پنجه نرم کنه. بازی معرکه‌ای بود. برای سومین بار سوم شدم. گمونم سوم شدن بهتر از هیچ چیه. لااقل میتونم بگم بین این همه شرکت کننده سوم جهان شدم. امروز روز تاد بود. روز تاد. غیر از خودم دوست داشتم کی برنده این دوره از مسابقات بشه؟ تاد. چون این ورزش برام خیلی معنا داره. فکر کنم آخرین بردش سال 84 یا 85 بود و به نظرم تو شرایط فعلی حقشه ببره. واقعا حقشه. خیلی ها میخوان من ببرم و رو دست بلندم کنم، ولی وقتی اینقدر مشتاق نباشن عمل کردن بهتره. اینطوری راحت ترم.
ولی وقتی همه میخوان ببری خیلی تحت فشاری. احمقانه است نه؟ تاد یکی از بهتریناست، میشه گفت مهمترین بازیکن تاریخ فوتبال دستیه. یه بار وقتی بچه بودم رفتم تماشای مسابقاتش و اون یکی از بنداشو روی میز جا گذاشت و منم تا دیدم پریدم و برش داشتم و گذاشتمش روی میز خودم توی خونه و مدام میگفتم وای من بند تادو دارم و برای همین سعی میکنم با بچه ها و طرفدارام رفتار تنگ و تنگ و صمیمانه تری داشته باشم. امسال رفته بودم تایوان و چند تا میز فوتبال دستی به یه یتیم خونه اهدا کردم و اونا با خوندن یه آهنگ ازم تشکر کردن. ببینی؟ دارن برام آهنگ میخونن و ازم تشکر میکنن. واقعا داشتم خفه میشدم چون میدیدم خیلی ها نمیتونن کارایی رو که دوست دارن انجام بدن. فوتبال دستی باعث شد من به همچین جاهایی برم و سعی کنم یه تحول کوچیکی تو زندگی اینجور بچه ها ایجاد کنم. پیش این فصل مسابقات در کنتاکی شروع شد و حالا بعد از 15 مسابقه به دور مسابقات قهرمانی جهان تورنادو رسیدیم. با نگاه به این مسابقات گذر زمان و نقش طبیعت رو در زندگی روزمره‌مون می‌بینیم. نگاه کنید چطور یه شیر پیر یه جوان رو برای برتری به چالش می‌کشه. اینکه هنوز این شیر پیر حضور داره و میتونه بازیکن فوق‌العاده است. تاد لافردو وقتی شروع به شرکت در طول مسابقات قهرمانی کرد مردی جوان بود و از اون موقع بیش از 40 سال میگذره و اکنون یکی از بازیکنان تاریخ ساز فوتبال دستیه و اگه امروز پیروز میدان بشه لقب پیرترین بازیکن تاریخ رو به خود اختصاص میده. حریف تاد امروز تونی اسپردمنه، کسی که در طول این فصل هیچ مسابقه ای رو واگذار نکرده و به دنبال شکستن رکورد فردریک کالگنون در مسابقات آزاد انفرادی جهانه. به نظرم تاد پیشتازه. ما طرفدار تونیم. اون بهترین بازیکن دنیاست و ما میخوایم مثل اون بشیم. اگه میخوای شکارچی باشی باید فقط بکشی و تو فوتبال دستی کشتن زمانی اتفاق میفته که توپ بره تو دروازه و در اون صورت تو شیر میدانی و یه شیر با گوسفندا راه نمیره، حرف نمیزنه، چون شیر یه شکارچیه. همیشه اینقدر تمرین کن تا از حریف پیشی بگیری. خب شاهد دور نهایی مسابقات آزاد انفرادی جهان هستیم. همونطور که میبینید لافردو در سمت چپ، اسپردمن در سمت راست. تونی اسپردمن بازی رو شروع میکنه. تونی حمله رو شروع میکنه. آدمکش رو آماده میکنه. با توپ بازی میکنه و سعی میکنه با زدن توپ به دیواره گل بزنه که ضربهش توسط لافردو دفع میشه. فعلا تنها کاری که تاد باید بکنه دفاعه. اکنون تونی شوت سریع تاد رو دفع میکنه و با یه شوت حساب شده دروازه تاد رو باز میکنه و لافردو عقب میفته و تاد موفق میشه با یه شوت حساب شده گل بزنه. حالا به پاسکاری اسپردمن نگاه کنید. اون یه شعبده بازه. با پاس به دیواره کناری موقعیتی رو فراهم میکنه که تونی میتونه ازش استفاده کنه و به حریف گل بزنه. بدین ترتیب تاد اختلاف رو به 1 میرسونه. اسپردمن به سمت چپ نگاه میکنه و با تیزبینی تمام یه گل استثنایی میزنه. بدین ترتیب ست اول به نفع تونی اسپردمن به پایان میرسه. حتی اگر تونی فقط با دست چپش که دست غیر تخصصیشه در برابر بهترین بازیکن دنیا بازی کنه، بازم جزء 10 بازیکن برتر دنیاست. امروز حرکات و روش‌های را از تونی می‌بینیم که فراتر از حد تصور. اون با حرکاتی خصمانه و ضرباهنگی خاص به مسافت حریف رفته. تو دفع شد ولی سرعت بازی رو ببین. وقتی تونی اسپردمن بخواد بازی رو سرعتی کنه هیچ کس جلو دارش نیست. تونی اسپردمن خیلی با انگیزه است و داره با تمام توان بازی میکنه و اینم از پاس و شوت کششی. این هیجان انگیزترین لحظه در فوتبال دستیه و بدین ترتیب نتیجه 2-0 میشه.
الان ست سومه. تاد لافردو باید گل اولو بزنه تا بتونه بازی رو به دست بیاره. لافردو و میزنه تو گل. ببینین طرفدارای لافردو از هیجان چیکار میکنن. تاد لافردو اولین گل ست سوم رو به ثمر میرسونه و با درخواست استراحت بازی رو از سرعت میندازه. اون جلوه، پس داره ازش لذت میبره. فقط باید دید ادامه داره یا به همینجا ختم میشه. شیر پیر میخواد با تمام توان ایستادگی کنه. همیشه در مورد این مسائل بحث و اختلاف نظر. مردم سعی میکنن بازیکنان دهه 70 و با بازیکنان دهه 80 و 90 مقایسه کنن. مهم نیست قوانین چیه، مهم نیست چقدر تغییر میکنه. حتی اگه تمام بازیکنای جوان شوت محکم یا ماری بزنن، بازم پیشکسوت‌ها حرفی برای گفتن دارن و همچنان در اذهان باقی میمونن، مثل تاد لافردو. خودتون که شاهدین، هنوزم جزو بهترین هاست و هنوزم همون آدمه. لافردو اول دست رو به سمت عقب میکشه و بعد به سمت دروازه تونی شوت میکنه. توپ دست تونی میفته، وقت زیادی براش نمونده، پس باید از هر فرصتی استفاده کنه. و لافردو اونو دفع میکنه و میزنه تو گل. واقعا به این گل نیاز داشت. لافردو تو ست سوم 2-1 جلو میفته. ستی که باید ببره تو بتونه ادامه بده. تاد لافردو یکی از بهترین بازیکناست و از 17 سالگی کارنامه درخشانی داشته. حتی مایکل فلپس هم نتونست همچین کاری بکنه. محبوبیت تاد لافردو در حد قهرمانان ملی آمریکاست و به جرئت میتونم بگم همه اذعان دارن اون بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دستی در جهانه. خلاصه که اون بهترینه. آره بهترینه. تاد میخواد حمله کنه و از بیله 5 آدمک به 3 بره. ممکنه این کار خطرناک باشه، ولی به هر حال چیزی برای از دست دادن نداره. و اینجا از بین خطوط پاس میده و یه شوت ماری میزنه و امتیاز میگیره. نظر تو چیه؟ خب به نظرم یکی از بهترین شوتای تاریخ بود. اون یه قهرمان واقعیه. ورزش بدون قهرمان معنا پیدا نمیکنه. حتما باید قهرمان داشته باشیم. باید بعضی از افراد الگوی جامعه باشن و مردم بخوان مثل اونا بشن. پس باید تو ورزش قهرمان داشته باشیم. خب تو فوتبال دستی چطور قهرمان پروری میکنیم؟ حالا 4-3 شدن. البته تونی اسپردمن تا همین جا هم برنده بازیه، ولی اون به دنبال ثبت رکورد در مسابقات قهرمانی جهان تورنادوه. قهرمان مسابقات انفرادی جهان تونی اسپردمنه. بهترین بازیکن آمریکایی فوتبال دستی در 5، 6، 8، 10 سال گذشته که تونست رکوردی ماندنی ثبت کنه. میشه بگی چطوری انقدر با انگیزه ای؟ من عاشق بردنم و اینکه از باختن به شدت متنفرم. میدونی، ولی غیر از شوخی من عاشق این بازیم. عاشق این بازی و همه طرفدارم. ما هم عاشقتیم. و چه انگیزه‌ای بالاتر
هم برای این صحبت‌های دیوانه‌وارش در مورد رویا مشترکی داریم و این بازی برامون حکم زندگی رو داره و همینم باعث میشه همه دور هم جمع بشیم. تو دبیرستان دوستای زیادی نداشتم. من بازیکن فوتبال دستی بودم، نه فوتبال. تو دنیای خودم سرگرم بودم، وسواس زیادی داشتم و هنوزم دارم. رو فوتبال دستی حساسیت ویژه‌ای دارم. فوتبال دستی همه زندگی منه. بعد از مسابقات جهانی خونه رو فروختم و همه وسایلم رو توی انبار گذاشتم و یه اتوبوس لوکس مسافرتی خریدم. اتوبوس فوتبال دستی. به شدت طرفدار هوی متالم. با خودم گفتم که چی میشه یه اتوبوس بخرم و مثل اونا بزنم به جاده و سبک زندگی خونه به دوشی رو تجربه کنم. So we got one hell of a road trip coming up. Kick ass. Cool, All right, let's do it. I'm trying to keep یه سری خاطره فوتبال دستی رو زنده نگه دارم، چون فکر نکنم بازیکنان نسل جدید همچین انگیزه‌ای درشون وجود داشته باشه. سگت از ترس پرید رو پا. تونی اسپرتمن کل دنیا رو سفر میکنه و تو تمام مسابقات فوتبال دستی شرکت میکنه. گاهی هم باد بهش ملحق میشه. دیکسی بدجور ترسیده. آره؟ حتما با خودش میگه چرا خونم داره حرکت میکنه. اون تنها کسیه که تو دنیا زندگی با فوتبال دستی رو انتخاب کرده. بعضی وقتا لازمه. و روی نیمکت های مردم خوابید و تمام مدت با نوشیدنی زندگی کرد. سال بعد رایان مور در دور نهایی مسابقات آزاد انفرادی جهان با تونی اسپرتمن به رقابت پرداخت و نتیجه رو واگذار کرد. تونی با این برد تونست رکورد فردریک کالیگنون رو بزنه. پلیس. آره دیدمش. فکر کنم شانس آوردی. آخرش این رانندگی یه دستی کار دستت میده. یه ماشین بزرگ داریم. آره. خب همه باید بکشن که. آره جون خودت. خیلی هم از خود راضی. دیوونه. دفعه بعد میگیرنه. حالا تا دفعه بعد. با بس حالا به فکرش با. بیخیال انقدر سخت نگیر. باشه ولی خیلی هم. آخر کار دستمون بود. چند ماه بعد آلمان، هامبورگ، کاپ جهانی. ITSF تیم ملی آمریکا به رهبری کاپیتان رابرت مارز به جام جهانی ITFS دعوت شد و در آنجا به فینال جام جهانی فرانسه صعود کرد. و توپ مجددا برگشت زیر پای دیو و شوتی که تبدیل به گل شد. دیو گامسون از تیم آمریکا موفق به دریافت پنجمین عنوان قهرمانی جهان در مسابقه تماشایی در برابر تیم فرانسه شد.
ارائه شده توسط وبسایت بیا تو مووی. فردریک پریگنون از سال 2012 در هیچ یک از مسابقات جهانی به رقابت نپرداخت و در حال حاضر برای لیگ بلژیک بازی می‌کند. باعث افتخار که از طرف کمیته تالار مشاهیر تامی اتکیسون را به عنوان عضو افتخاری این تالار معرفی کند. تامی اتکیسون در تورهای محلی اوکلاهاما بازی می‌کند و اخیراً مفتخر به دریافت جایزه بالاترین افتخار فوتبال دستی بازان حرفه‌ای شده. سیندی هید در حال حاضر رکورددار بیشترین عنوان جهانی در بین زنان یا مردان فوتبال دستی بازیکن است. و اکنون در رده سنی 14 سال، سالیوان به عنوان جوانترین فوتبال دستی باز تاریخ رقابت‌های آزاد عنوان جهانی ها رساند. شما به تماشای یکی از بهترین بازی ها نشسته اید. آیا این شیرین ترین پیروزی جهان نیست؟